خیلی خوش اومدیم به اولین ویدیو یوتیوب من. البته با حضور بلا دخترمه و 9 ماهشه. حالا توی این ویدیو قراره چی ببینین و چرا باید این ویدیو رو ببینین اصلا؟ اگه تو هم دوست داری بیای آمریکا، دوست نداری خیلی هزینه‌های اضافی رو بدی و شاید از وکیل و مشاور و ایکس و ایگرگ نخوای استفاده کنی، این کانال قطعا به درد. به خاطر اینکه میخوام تمام مسیری که من رفتم و 8 ماه با ویزای ازدواج، نه ویزای نامزدی، اومدم آمریکا و اینکه هزینه‌ها اینجا چجوریه، چیکارا میشه کرد، چیکارا نمیشه کرد، اطلاعات دروغی که حتی بهمون گفتن و ما تو ایران باور کردیم راجع به اینجا. تمام اینا رو میخوام بهتون بگم، چون شاید اگه یک نفر بود که اینا رو به من میگو، من راحت‌تر با واقعیت کنار میومدم. حالا شاید پرسید برای تو سودش چیه؟ من آدمیم که دوست دارم کمک همه بکنم. در نتیجه دوست دارم کمک تویی که حتی شاید نمیشناسمتم بکنم و از اینکه تو خوشحالشی من خوشحال میشم. پس یه برده. هر سوالی هم داشتی زیر همین ویدیو واسم بنویس. هر ویدیوی دیگه‌ای که آپلودش میکنم یه روز زمینو سعی میکنم ویدیو براتون آپلود کنم و تمام تجربیاتمو براتون توی مسیر راحت باز میکنم که راحت بتونی از تجربیات من استفاده کنی. حالا یکم از خودم بخوام بگم، من روشنکم، 29 سالمه، متولد 20 فروردین 1175 ام. بلا متولد 2/2/1402. کار درست نی. درست گفتم 1403. برو شو تخم سگ. خجالت بکش. خجالت بکش تخم سگ. حدودا 7 ماهی میشه که اینجام و خیلی چیزا رو یاد گرفتم. همه‌شو بهتون یاد میدم. اصلا نگران نباشید. اسممو میدونین، سنمو میدونین، تهران زندگی میکردم. میکروبیولوژی خوندم، بعدش رشته روانشناسی انتخاب کردم. برای میکروبیولوژی توی آزمایشگاه کار کردم. توی 2 تا آزمایشگاه کار کردم، تو چند تا آزمایشگاه کارآموزی کردم. ولی چیزی نبود که دوست داشته باشم. برای همین تصمیم گرفتم برم رفت. یه هاپوی دیگه ما تهران داریم و خانواده منم تهرانه. اسم اون هاپومون که تهرانه جسیه. در وضع این یکی خیلی قرقروه. همین بله. آها برای همین زبونه. خلاصه که ازدواج کردم، برم اینجاست، اسمش فرهاده. تو ویدیوهای دیگه قطعا میادش. تقریبا 1 سال و چند ماه از عقد بین‌المللی من و فرهاد میگذره. من و فرهاد اولش عقد بین‌المللی کردیم و قبل از اینکه بیایم عقد ایرانیمون رو که هم عقد اسلامی. بهتون در مورد عقد بین‌المللی توضیح میدم توی ویدیو جداگانه که اگه کسی میخواد راجع به اطلاعات داشته باشه بتونه اطلاع داشته باشه. حدوداً 10 ماه پیش سرطان تیروئید گرفتم، تیروئیدرکتومی شدم، یعنی کامل تیروئیدمو برداشتم. خدا رو شکر میکنم بازم که توی استیج اول بود، ما خیلی زود فهمیدیم و راجع به اونم واسهتون یه ویدیو کامل میذارم که اگه کسی دوست داره راجع به اون اطلاعات داشته باشه بتونه داشته باشه. و بعد از اونم چند ماه بعدش داستان مهاجرتم بود. بلا اومد توی زندگیم. به خاطر اطلاعات ناکافی که وجود داشت، من بلا رو 2 ماهش بود که گرفتم. 2 ماهش هم که نبود، 1 ماهش بود گرفتمش واقعا. یعنی من نمیدونستم که این 1 ماهشه، ولی خب بعد از اینکه گرفتم فهمیدم که 1 ماهشه. و بازم میگم به خاطر اطلاعاتی که بود و من نمیدونستم نتونستم بلا رو به خودم ببرم. به خاطر اینکه اصلا فکر نمی‌کردم کار من انقدر زود انجام بشه. خیلی پشتکار داشتیم البته، ولی نمیدونستم که واقعا میشه از این طریقا این همه راهو کوتاه‌ترش کرد، این همه مدت زمانو. چون هر کسی که با ویزای ازدواج اومده بود آمریکا 2 سال حداقل تو ایران موند. یکی از ویدیوهایی که حتما میخوام بذارم راجع به آوردن سگ به آمریکاست که چه شرایطی باید داشته باشه و چرا من توش اذیت شدم. من با یه شرکت کار کردم ولی خب یه سری اطلاعاتی که نمیدونستم باعث شد که من بیام اینجا و بلا بمونه ایران. البته که خانم پادشاهی کرده تو ایران، چون مامانم و خواهرم گذاشتن هر کاری که دوست داره انجام بده و الان تبدیل شده همچین موجودی. توی ساخت ویدیو خیلی دوست دارم که کمکم کنین. حتما بهم بگین چه چیزایی دوست دارین راجع به آمریکا بدونین، چه جاهایش دوست دارین برین و با هم بریم اونجا رو بهتون نشون بدم. و راجع به هر چیزی که براتون راجع به آمریکا سواله حتما بپرسین. در حد توانم که نه، خیلی بیشتر از توانم قراره کمکتون کنم. حتی چیزایی که خودم بلد نیستم و شما سوالش دارین میرم براتون پیدا میکنم و براتون به اشتراک میذارم. اینم از اولین ویدیو یوتیوب من.
امیدوارم که خیلی زود همو پیدا کنیم، خیلی زود بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. من که عاشق شما عاشقم باشین. بله خانم صحبتی نداریم؟ بچه ها خیلی خانومی کرد. راستی الا تو ویدیو ها باشه. دوستتون داریم. زود به زود میایم میبینیمتون. یه روز میون از همین کانال همینجا با همین. یادتون نره سابسکرایب کنین. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین و هر سوالی که داشتین یا خواهید داشت توی کامنت ها برام بذارین. خیلی دوستتون دارم. بازم بوس به همتون. تا ویدیو بعدی. بای بای.